خوشبختی رنگ و رویش می درآید وقتی که بنده یگانه پرستی او محقق می شود. واقعا یگانه خدا را پرستش کند، ثانی خوشبختی او با رنگ و بوی میگیرد. یگانه پرستی را تحقیق کردن همین که غیر الله تعالی دیگر کسی را عبادت نکردن، دوست نداشتنی کسی مثل الله تعالی و نترسیدن از کسی مثل الله تعالی، امید نکردن از غیر الله تعالی، در یگان چیز در دفع ضرر، در دور کردن ضررها و در جلب کردن فایده ها از غیر خدا امید نکردن. در همه حالتها فقط از الله تعالی امید کردن. حتی خدا رحمت کند ابن عبدالحلیم استاد بزرگوار رحمت و مغفرت کند گفتند که کدام آدمی که به کمبغل یا مسکین صدقه کند، ثانی باید که یک دعا کنید گوید این از جمله اونهایی که خدا در قرآن تعریف کرده است و یطعمون الطعام، طعام میدهند و از شخصانی محتاج، مسکین و یتیم و اسیر، مسکین و یتیم و اسیر و محتاج به صدقه میکنند. ثانی میگوید که لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ما از شما نه رحمت میخواهیم نه شکر و سپاس و ثنا میخواهیم. انما نطعمكم لوجه الله، ما شما را طعام میدهیم برای در راه یافت رازگی پروردگار. کمبغل به خیر میکند، مسکین به یاری میکند، از همین عقل دعا امید نمیکند، از الله امید دارد، فقط محبتش به خدا هست. ابن القیم رحمت الله علیه گفت که اطیب ما فی الدنیا معرفته سبحانه و محبته، شیرین ترین و با لذت ترین چیز در این دنیا شناختن الله و محبت الله است، دوست داشتن الله. امروز در دل مسلمان ها محبت خدا نیست. ظاهرا دعوای مسلمانی، ظاهرا خدا را دوست می‌داری، بله میگه که ان المحب لمن یحب مطیع، شخص را دوست می‌دارد که اطاعت می‌کند، از گفتی معشوقه خود نمی‌براید اگر دوستی حقیقی باشد. بنابراین اگر کسی یک مخلوق دوست دارد، دوست داشتن همون مخلوق مثل دوست داشتن الله تعالی جای مشرک است و الله شریک آورد از مخلوق. برای چی به دوست می‌داره؟ برای مالش یا برای حسنش یا برای چیزی که شده باشه تمام خدا داده است، میتواند در یک لحظه بگیرد. بنابراین اگر کسی الله تعالی دوست دارد و همراهی الله تعالی پول، مال، یکان منصب و یکان چیزی دیگر هم دوست دارد، برای همون شب و روزش بخشد، حتی اطاعت خدا و اطاعت اون چیز اگر به هم دیگر تعارض بیاید، اطاعت به مقدم دارد یا هر دوش برابر مشرک است. او توحید تحقیق نکرده است، یگانه پرستی به جای من آورده است، امید از الله تعالی ندارد. بنابراین گفتند که خوشبختی رنگ و رویش می‌دراید وقتی که بنده توحید را تحقیق میکند، یعنی یگانه پرستی او تحقیق میشود. نماز نمیخواند حاجی، در دست نویره‌های دخترها کوزمالچا، در خانه‌ها تقه‌های اسب زدگی، تومار دارند و نزد فالبین و جادوگران میروند. اینها ایمان ندارند به خدا، اینها کافر هستند. کسی به نزد فالبین میرود، با میگم همین نمازخوان‌های کدام بوده آدم نقل کرد من میشناسم، به نزد فالبین میرفت است. حاجی هست به نزد فالبین میرود، والله کافر است.